سلام دوستای گلم. سلام دوستای عزیز. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز قراره که مامان برامون باقالی خورش با برنج کته درست کنه. خب مامان برامون توضیح بده که برای درست کردن باقالی خورش چه چیزایی نیاز داریم؟ نیاز به باقالی محلی، خب. بعد تخم مرغ، 3-4 حبه سیر، زردچوبه، نمک، فلفل، روغن. با شوید. با شوید. آره شویدم اینجا گذاشتم ولی یادم. شوید محلی. آره آفرین. خب برنجم که گفتی کته. برنج آره. کته رو چجوری درست میکنن؟ برنج کته رو برنج میشوریم. بعد به اندازه یک بند انگشت آب میریزیم توش، دمی میذاریم. اول داریم سیر رو درست میکنیم. میکنیم. حالا جمع میبندم. این تنها خورشتی است که واقعا یعنی اگه خیلی کار داشته باشی وقت نداری در عرض 10 دقیقه این درست میشه. واقعا خیلی سریع درست میشه. یه بار کلا 1-2 بار درست کردم ولی آره ولی خیلی راحته، خیلی سریع هم درست میشه. کلا تو 3 سوته درست میکنی. آره این سیر رو من شستم از قبل که پوست بکنم بریزم تو باقالی. غذای خیلی خوشمزه، خیلی راحت درست کردم. غذایی که اگه مهران هر روز بخونه بدش نمیاد. واقعا دوست داره مهران از این باقالی خورشت. غذای ماست که سریع آماده میشه اصلا. نمک و زردچوبه. برنج رو بعد کی میذاریم روی گاز؟ آها برنج الان میذارم. برنجم بذارم دیگه کوچولو. درش همونجوری میذاری برنج رو؟ آره باید درش بسته باشه دیگه. باقالی اول باید سرخ کنی، بعدا یه 2-3 دقیقه مونده باقالی سرخ شد شوید بریزین، اینم یه چند دقیقه هم بزنیم، یه تفتش بدیم، بعدا آب جوش توش بریزیم. خیلی باید سرخ بشه بعد بهش آب اضافه کنی؟ نه اونقدر خیلی. ببین اصلا سرخ بشه مشخص میشه یه ذره از حالت خام. آره. بعد چند لیوان بهش آب اضافه میکنی؟ تقریبا فکر کنم 2 لیوان. 2 لیوان چون کافیه. این کمه زیاد نیست. اونم آب جوش اگه باشه خیلی بهتره. ببین این سرخ میشه دیگه وا نمیره. اگه سرخ نشه همینجوری بعضیشون همینجوری توش آب میریزن مثلا بپزه، ولی اون یه جوریه وا میره یه جوریه. ولی له این میشه. آفرین این نه سرخ کنی خیلی خوشمزه تر میشه از این. الان دیگه سرخ شده باید شویدشو بریزم. چه عطری داره شویدش. شوید محلیه. این شوید محلی از همسایه عزیزمون گرفتیم. آره واقعا وسایل شویداش حرف نداریم. دستشون در نکنه. آره منم گرفتم خیلی خوب بود. آره خانم بخشی. میتونید کامنت بذارید براتون پست کنید. واقعا این شویدش بس. خب بعد اینکه تفت دادی دیگه آب جوش میزنی. آره دیگه الان باید آب جوش بریزیم. آره دومی
یه ذره دیگه باید بریزیم. بعد درشو میذاری. آره باید بذاری که باقلیت بپزه. درش اینجا بذار. چند دقیقه میذاری؟ چند دقیقه نه که اون بپزه دیگه. آها هر زمان که پخت آره بعد بهش تخم تخم مرغ میزنی. آره. خب حالا با منتظر بمونیم تا بپزه. داره جوش میکنه، یه ذره فلفل هم توش میریزیم خوشمزه بشه. در برنج رو برداشتی دیگه. آره چون جوش اومد به خاطر هم. از صبر کنیم که آبش یک مقدار خوش شد، بعد درش رو میذاریم، شعله‌ش رو کم میکنیم که بپزه. پلو دیگه آبش خشک شد، درش میذاریم، شعله‌ش رو کم میکنیم یه ذره. بعد باقلی هم یه ذره نگاه میکنی ببینی نرم پخته شده یا نه. آه، آره. پخته. اگه باقلیاش پخته تخم مرغ میزنیم. یه چند دقیقه باید بمونه. الان این دیگه پخته، باید تخم مرغش رو بزنیم. ببین با این خورش میتونیم با ماهی شور مثلا یا ماهی دودی ازش استفاده کنیم، خیلی خوشمزه میشه. ولی بچه های ما ماهی شور اصلا دوست ندارن، بعد از بوش بدشون میان. آره واقعا. ولی ترشی رو دوست دارم، با این خورش ترشی میخورن، خیلی آره. خوشمزه میشه. ترشی بادمجون. آره ترشی بادمجون. خب دیگه هم نمیزنی فقط نه تخم مرغ میزنی دیگه، درش میذاری یه ذره تا قشنگ تا اون بپزه. تخم مرغ بپزه دیگه. این کارش تموم شده. برنج چقدر طول میکشه آماده شه؟ برنج یه رو 20 دقیقه طول میکشه تا بپزه. ولی خورشتمون دیگه کم کم آماده آره است. خورش دیگه آماده. این دیگه پلو هم باید خاموش بشه دیگه. آماده درست شد. شد. آره این از پلو. اینم خیلی وقت خاموش کردم ولی چون گمجه هنوز داره جوش میده. با خدا هنوز پس اون جوش گمجه رستورانمون هست. هنوزم جوش قلقل میکنه چون اینقدر که داغ میشه. آره جنسش اینجوری، آره. مدلش اینجوریه کلا. آره ببین خیلی وقت خاموش شده ولی جوش میکنه. غذا هم تو مدت طولانی قشنگ داخلش داغ میمونه. خب اینم از غذامون که دیگه آماده است. خب بچه ها غذامون آماده است. حالا قراره که به مهران بگیم بیاد تستش کنه چون عاشق باقالی خورشته. مهران بیا. یعنی اگه هر روز بگی باقالی خورشت یا مثلا یه غذا خیلی خوشمزه داریم فقط باقالی خورشت انتخاب میکنه. این بخورم یا همون؟ آره تو این بریز. پلو رو بریز. یه ذره پلو بریز. پلو نمیخوام. پلو نمیخوری؟ یه ذره با پلو. بعدن همشو میتونم بخورم. فیلم تموم شد. آره همش رو آره. برنج و همش ما تولدا داره از خورد. عروسی هستن از غذا خوردن فیلم میگیرن. فوق‌العاده. خوشمزه. عالی. واقعا خوشمزه است. فردا نهار انشالله میخوری. واقعا. من دیگه شب درست الان شام خوردین که این دیگه برای فردا نهار. آره این دیگه برای فردا نهار بله. چون شام خوردی. بله بله. نوش جونت نوش جونت. خب بچه ها اینم از آموزش باقالی خورش با برنج کته. امیدوارم خوشتون اومده باشه. من که خوشم اومد. بله. واقعا خوشمزه بود. مهران که عاشقشه واقعا. عالیه. آره امیدوارم که خوشتون اومده باشه مثل همیشه. لایک کامنت سابسکرایب خدا نگهدار. یه چیزی ماسی بگی، چی ماسی بخونی؟ یه شعر بوده برای باقالی خورش میخواستی بخونی؟ باقالی خورشی؟ فراموش کرده. الان فراموش کرده.